خب در این بخش آموزشی میخوام در مورد روش‌های نمونه‌گیری و انواع نمونه‌گیری صحبت کنم. همونطور که در بخش قبلی گفتم، به دلیل اینکه جامعه آماری حجمش خیلی بالاست، نمیتونیم روی همه افراد اون جامعه پژوهش رو انجام بدیم. برای همین باید یک بخشی از جامعه رو به عنوان نمونه از اون جدا کنیم و روی اون نمونه پژوهشمون رو انجام بدیم. پس برای این کار باید با روش‌های نمونه‌گیری آشنا باشیم. ما 3 نوع روش نمونه‌گیری داریم: روش نمونه‌گیری تصادفی، روش نمونه‌گیری غیر تصادفی یا از پیش تعیین شده و روش نمونه‌گیری سرشماری. در روش نمونه‌گیری تصادفی هر عضو جامعه شانس مساوی برای انتخاب شدن دارد. یعنی هر کسی میتونه به عنوان نمونه انتخاب بشه و به شکل تصادفی انتخاب بشه که روش نمونه‌گیری تصادفی خودش شامل نمونه‌گیری تصادفی ساده، نمونه‌گیری تصادفی منظم، نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای، نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای و نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای هستش. در نمونه‌گیری تصادفی ساده هر نمونه با اندازه مشخص از جامعه آماری با احتمال مساوی انتخاب میشه، مثل قرعه کشی ها. مثلا قرعه کشی یک بانک یا قرعه کشی یک مسابقه رو در نظر بگیرید. توی قرعه کشی ها هر کسی شانس مساوی برای انتخاب شدن داره. نمونه‌گیری تصادفی منظم یا سیستماتیک: در این روش ابتدا یک عضو از جامعه به صورت تصادفی انتخاب میشه، بعد میایم با فاصله های مساوی از لیست جامعه اعضای بعدی نمونه رو انتخاب میکنیم. مثلا اگر بخوایم از بین 1000 تا دانشجو 100 نفر رو به صورت منظم یا سیستماتیک انتخاب کنیم، میتونیم ابتدا یک عدد رو بین 1 تا 10 به صورت تصادفی انتخاب کنیم، بعد با گام 10 اعضای بعدی رو انتخاب کنیم. مثلا اگر عدد 4 رو انتخاب کردین، همون عددی که گفتم بین 1 تا 10 باشه، عدد 4 رو انتخاب کردین، نمونه شامل دانشجویان با شماره های 4، 14، 24، 34، 44 و الی آخره. یعنی شما اولین نفری که عددش 4 بوده انتخاب کردین، عدد 4 رو به اضافه 10 کردین، نفر بعدی شد 14، 14 رو به اضافه 10 کردین، نفر بعدی شد 24، 24 رو به اضافه 10 کردین و نفر بعدی شد 34 و به همین منوال تا آخر. اینجا دقت کنید، این مثالی که براتون آوردم فقط به عنوان نمونه بود. یعنی شما لازم نیست که حتما عدد 4 رو انتخاب کنین یا ملزم نیستین که گام 10 رو انتخاب کنین. اینها همه قراردادی هست و طبق نظر محقق انجام میشه. ممکنه یکی دوست داشته باشه نفر ششم رو انتخاب کنه و با گام 12 یا گام 15 این نفرات رو انتخاب کنه. پس اینا همه قراردادی هستش. نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای: در این روش جامعه به چند طبقه تقسیم میشه که هر طبقه دارای یه ویژگی‌های مشترک. بعدش از هر طبقه به نسبت تعداد اعضای اون میایم نمونه رو به صورت تصادفی انتخاب میکنیم. مثلا اگر بخوایم از بین 1000 تا دانشجو 100 نفر رو به روش طبقه‌ای انتخاب کنیم، میتونیم جامعه رو بر اساس رشته تحصیلی به 4 طبقه علوم پایه، علوم انسانی، فنی و مهندسی و هنر تقسیم بندی کنیم. سپس از هر طبقه به نسبت تعداد دانشجویان نمونه تصادفی انتخاب کنیم. مثلا اگر دانشجویان علوم پایه 300 نفرن، ما 30 نفر رو به عنوان نمونه انتخاب میکنیم. یا اگر دانشجویان رشته هنر 200 نفرن، ما 20 نفر رو انتخاب میکنیم. بازم اینجا تاکید میکنم تمام این مثال هایی که اینجا میارم فقط به عنوان نمونه است. شما ملزم نیستین که 10% نمونه رو انتخاب کنین. ممکنه یک نفر بخواد 15% از یک نمونه رو به روش طبقه‌ای انتخاب کنه. پس اینها همه قراردادیه و طبق نظر محقق انجام میشه. نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای: در این روش جامعه رو باید به چند تا خوشه تقسیم کنیم که هر خوشه شامل اعضای متنوعیه. بعد میایم چند تا خوشه رو به شکل تصادفی انتخاب میکنیم که نمونه شامل همه اعضای
اون خوشه ها هستش. مثلا اگر بخوایم از بین 1000 تا دانشجو 100 نفر رو به روش خوشه‌ای انتخاب کنیم، میتونیم جامعه رو بر اساس کلاس ها به 10 تا خوشه تقسیم بندی کنیم که هر خوشه خودش شامل 50 نفره. بعد بیایم 2 تا خوشه رو به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب کنیم. نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای. در این روش از چند مرحله برای انتخاب نمونه استفاده میشه. به این شکل که در هر مرحله یک واحد اندازه‌گیری به صورت تصادفی انتخاب میشه. اون واحد اندازه‌گیری میتونه یک خوشه باشه، میتونه یک طبقه باشه و حتی میتونه یک نفر باشه. بعد از اون واحد نمونه‌گیری برای مراحل بعدی استفاده میشه. مثلا اگر بخوایم از بین 1000 تا دانشجو 100 نفر رو به عنوان نمونه به روش چند مرحله انتخاب کنیم، باید این روش رو به این شکل انجام بدیم. در مرحله اول از بین 10 تا دانشکده موجود در دانشگاه 3 تا دانشکده رو به صورت تصادفی انتخاب میکنیم. در مرحله دوم از بین دانشکده های انتخاب شده 2 تا گروه آموزشی رو به صورت تصادفی انتخاب میکنیم. مثلا از دانشکده علوم پایه گروه های ریاضی و شیمی رو انتخاب میکنیم و در مرحله سوم از بین هر گروه 10 تا دانشجو رو به صورت تصادفی انتخاب میکنیم. این شد روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای. دومین روش نمونه‌گیری روش نمونه‌گیری غیر تصادفی یا از پیش تعیین شده است که در این روش محقق بر اساس معیارهای خاص خودش نمونه رو انتخاب میکنه که خودش شامل نمونه‌گیری غیر تصادفی هدفمند یا قضاوتی، نمونه‌گیری غیر تصادفی در دسترس، نمونه‌گیری غیر تصادفی سهمیه‌ای، نمونه‌گیری غیر تصادفی گلوله برفی و نمونه‌گیری غیر تصادفی موردی هستش. در روش نمونه‌گیری غیر تصادفی هدفمند یا قضاوتی محقق بر اساس دانش و تجربه خودش افرادی رو به عنوان نمونه انتخاب میکنه که فکر میکنه دارای اطلاعات مفید و مرتبط با موضوع پژوهش هستن. این روش برای مواردی که نیاز به نظرات کارشناسانه داریم مناسبه. مثلا اگر بخوایم عوامل مؤثر بر انتخاب رشته تحصیلی رو بررسی کنیم، باید افرادی رو به عنوان نمونه انتخاب کنیم که سابقه مشاوره تحصیلی دارن و میتونن نظرات کارشناسانه ای رو در رابطه با انتخاب رشته تحصیلی بدن. نمونه‌گیری غیر تصادفی در دسترس. در این روش محقق از افرادی که به راحتی در دسترسش هستن به عنوان نمونه استفاده میکنه. مثلا اگر بخوایم بررسی کنیم که چند نفر از دانشجویان به ورزش فوتبال علاقه‌مندن، از روش نمونه‌گیری در دسترس استفاده میکنیم و اون دانشجویانی که فوتبال بازی میکنن رو انتخاب میکنیم. نمونه‌گیری غیر تصادفی سهمیه‌ای. در این روش نمونه بر اساس تقسیم جامعه به گروه‌های مختلف با یه سری ویژگی‌های مشخص انتخاب میشه. برای مثال اگر بخوایم بررسی کنیم که چند نفر به یک کاندید نماینده مجلس رأی میدن، میتونیم از افرادی که همجنس هستن استفاده کنیم به عنوان نمونه، یا افرادی که همسن هستن یا اونایی که تحصیلات مشابه دارن به عنوان نمونه ازشون استفاده کنیم. نمونه‌گیری غیر تصادفی گلوله برفی یا افزایشی. در این روش نمونه از طریق توصیه یا معرفی افرادی که قبلا در مطالعه شرکت کردن انتخاب میشه. مثلا اگر بخوایم عوامل مؤثر بر رفتار خرید مصرف کنندگان رو بررسی کنیم، میتونیم از افرادی که خرید کردن بخوایم که اون افراد دیگه هم که خرید کردن رو به ما معرفی کنن. نمونه‌گیری غیر تصادفی موردی. در این روش نمونه از یک یا چند مورد خاص که دارای ویژگی‌های مشترک یا متمایز باشن انتخاب میشه. مثلا اگر بخوایم علت موفقیت شرکت‌ها رو بررسی کنیم، میتونیم شرکت‌هایی رو به عنوان نمونه انتخاب کنیم که یک سری معیارهای مشخصی از موفقیت دارن و در زمینه کاریشون بسیار موفق هستن.
و آخرین روش نمونه گیری که نمونه گیری سرشماری است. در این روش به دلیل اینکه جامعه آماری تعدادش بسیار کمه نمیتونیم یه نمونه رو از داخل اون جامعه جدا کنیم. پس باید کل جامعه رو به عنوان نمونه در نظر بگیریم. مثلا اگر ما یک جامعه 80 نفری داشته باشیم دیگه نمیتونیم از این جامعه نمونه انتخاب کنیم و باید کل جامعه رو به عنوان نمونه در نظر بگیریم. یعنی نمونه ما هم میشه همون 80 نفر. پنجمین قسمت از فصل سوم تعیین حجم نمونه است. خب ما با روش‌های نمونه‌گیری آشنا شدیم و تا اینجا میتونیم نمونه‌مون رو با استفاده از اون روش‌هایی که بهتون معرفی کردم انتخاب کنیم. ولی برای تعیین حجم نمونه لازمه که با چند روش آشنا بشیم. اولین روش تعیین حجم نمونه فرمول کوکران هستش که این فرمول پرکاربردترین شیوه در تعیین حجم نمونه برای تحقیقات توصیفی هستش. این فرمول با در نظر گرفتن میزان خطا، سطح اطمینان و توزیع آماری حجم نمونه رو محاسبه میکنه که در این فرمول با افزایش حجم نمونه دقت برآورد هم بیشتر میشه. حالا بریم ببینیم که این فرمول چی هستش. در این فرمول n میشه تعداد نمونه، n بزرگ میشه تعداد جامعه آماری، z میشه ضریب اطمینان که 1.96 در نظر میگیریم، p رو هم نیم در نظر میگیریم، q رو هم نیم در نظر میگیریم، d هم دقت نمونه گیری هست که 500 در نظر میگیریم. این اعداد رو در این فرمول قرار میدیم تا حجم نمونه به دست بیاد. دومین روش تعیین حجم نمونه جدول کرسی و مورگان هست. این روش یک روش ساده و کاربردی برای تعیین حجم نمونه برای جوامع محدود هستش که این جدول حداکثر حجم نمونه رو برای هر جامعه نمایش میده. تو این جدول n تعداد جامعه هستش و s تعداد نمونه که بهتون پیشنهاد میده. مثلا اگر شما جامعتون 95 نفر باشه 76 نفر باید به عنوان نمونه انتخاب کنید، یا اگر جامعتون 140 نفر باشه باید 103 نفر رو به عنوان نمونه انتخاب کنید. استفاده از این جدول خیلی راحته. شما در اینجا تعداد جامعه رو پیدا میکنید و از اون طریق میتونید تعداد نمونه رو اینجا ببینید. قسمت ششم فصل سوم ابزار اندازه‌گیری اطلاعات هست که این ابزار شامل مشاهده، مصاحبه، پرسشنامه و اسناد و مدارک هستش. ابزار اندازه‌گیری اطلاعات ابزارهایی هستند که به منظور جمع‌آوری، دسته‌بندی، خلاصه سازی و تحلیل داده‌های آماری استفاده میشن. این ابزارها میتونن به صورت کمی یا کیفی باشن. بر اساس نوع داده‌ها، نوع جامعه آماری و نوع پژوهش ما میتونیم این ابزارها رو انتخاب کنیم. اولین ابزار اندازه‌گیری اطلاعات مشاهده هستش. این ابزار میتونه به پژوهشگر این امکان رو بده که رفتارها، فعالیت‌ها و اتفاقات محیط رو بدون دخالت در اون ثبت کنه و همچنین این امکان رو به محقق میده که اطلاعات رو به صورت مستقیم از پدیده مورد نظر به دست بیاره. این روش یکی از روش‌های گردآوری داده‌ها در تحقیقات کیفی هستش. پس در مشاهده ما فقط میتونیم اون رفتارها و فعالیت‌ها رو بدونی که در اونها دخالت کنیم ثبت کنیم و اونها رو در پژوهشمون تجزیه و تحلیل کنیم. دومین ابزار اندازه‌گیری مصاحبه هستش. مصاحبه یک روش تعاملی برای جمع‌آوری اطلاعات از نمونه آماریه که در اون محقق میتونه با پرسیدن یک سری سوالات از آزمودنی‌ها اطلاعات مورد نیازش رو جمع‌آوری کنه. سومین ابزارمون پرسشنامه هستش. پرسشنامه شامل یک فرم سواله که مربوط به موضوع پژوهشه که این سوالات میتونن به صورت کاغذی یا آنلاین باشن و شامل سوالات بسته یا باز هستن. مثلا پرسشنامه شخصیت آیزن یا پرسشنامه سلامت روان که ما میتونیم پرسشنامه ها رو بین آزمودنی ها پخش کنیم، اونها پرسشنامه ها رو پر میکنن، به ما تحویل میدن و ما داده ها رو میتونیم از پرسشنامه ها جمع آوری کنیم. آخرین ابزار اندازه‌گیری اطلاعات اسناد و
مدارک هستش. این ابزار مختص تحقیقات کیفیه و مطالعه اسناد و مدارک به معنای بررسی منابع مکتوب یا الکترونیکی هستش و این امکان رو به محقق میده که اطلاعات تاریخی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی رو در مورد پدیده مورد پژوهش کسب کنه. به عنوان مثال میتونیم از کتاب‌ها، مقالات، گزارش‌ها، عکس‌ها و فیلم‌ها به عنوان اسناد و مدارک استفاده کنیم. خب در این بخش شما اگر از پرسشنامه استفاده کرده باشین باید روایی و پایایی پرسشنامه رو هم بررسی کنید. حالا بریم ببینیم که معنی روایی و پایایی چی هستش. روایی و پایایی پرسشنامه 2 معیار مهم برای ارزیابی کیفیت و دقت یک پرسشنامه هستش. روایی یعنی آیا واقعا اون پرسشنامه اون خصوصیت مورد نظر رو میسنجه یا نه. مثلا اگر پرسشنامه شخصیت رو در نظر بگیریم، آیا واقعا اون پرسشنامه شخصیت رو میسنجه یا خیر. به روایی پرسشنامه اعتبار پرسشنامه هم گفته میشه و پایایی پرسشنامه یا اعتماد پرسشنامه به میزان سازگاری و پایداری نتایج حاصل از پرسشنامه در زمانها و شرایط مختلف اشاره داره. یعنی اگر شما پرسشنامه رو به یک سری آزمودنی با فواصل زمانی معین و در شرایط مختلف بدین، نتایج یکسانی به دست میارین. برای محاسبه روایی و پایایی چندین روش وجود داره که اینجا میخوام فقط بهشون اشاره کنم. در رابطه با بررسی روایی میتونیم از روش‌های روایی محتوا، روایی ملاکی، روایی همگرایی و روایی تمایز استفاده کنیم و برای بررسی پایایی معمولاً در پایان نامه‌ها از روش آلفای کرونباخ استفاده میکنن و معمولاً برای بررسی روایی و پایایی از نرم افزار SPSS استفاده میشه. قسمت 8 فصل 3 قلمرو پژوهش شما هست که شامل قلمرو موضوعی، قلمرو زمانی و قلمرو مکانی است. قلمرو موضوعی همون موضوع پژوهشتون هست، قلمرو زمانی مدت انجام پژوهشتون و قلمرو مکانی مکان اجرای پژوهش شماست. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات بخش 9 فصل 3 هست. در این قسمت باید با توجه به نوع تحقیقتون و هدف اون تحقیق آزمون‌های آماری مناسب و نرم افزارهای آماری مناسب رو معرفی کنید. مثلا اگر که تحقیقی با عنوان بررسی رابطه اعتماد به نفس با شادکامی دانش آموزان دارین، میتونین از آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده کنین و اون نرم افزاری که میخواین باهاش داده ها رو تحلیل کنین میتونه SPSS باشه که اینها رو در فصل 4 کاملا براتون توضیح دادم. آخرین بخش فصل 3 ملاحظات اخلاقی هست. ملاحظات اخلاقی یعنی رعایت اصول اخلاقی در تحقیقتون. در اینجا به عنوان نمونه میخوام چند تا مثال براتون بزنم. اولین مثال در این قسمت میتونه این باشه که شما باید تمامی اطلاعات آزمودنی ها رو به صورت محرمانه پیش خودتون نگه دارید و از افشای اونها خودداری کنید. و میتونه ملاحظات اخلاقی بعدی هم این باشه که شما تاکید میکنین که داده سازی نکردین توی این پژوهش و تمامی اون داده و اطلاعاتی که به دست آوردین واقعی بوده. خب در اینجا فصل 3 شما تمام شده و میریم که اون داده هایی که در فصل 3 به دست آوردین در فصل 4 باید تجزیه و تحلیلش کنیم. اگر به راهنمایی بیشتری نیاز دارین میتونین جهت اخذ مشاوره تلفنی از طریق کانال های زیر با بنده در ارتباط باشین.